که بی‌صبرانه منتظرید که گفتگوی رادیو 7 ادامه پیدا بکنه با داریوش فرزیایی عمو پورنگ. چایامونم گرم کردند، البته یکم داغ باید واسه سرد شه. چای خور هستی یا نه؟ خیلی جدی؟ متاسفانه چای داغم میخورم. خیلی هم بده. آره بذار کم سرد. به هر حال اگه داغ میخوری که میل بکنید. دوست زیاد داشتی؟ در زمان دبیرستان دوست که دارید میگه فقط تو مدرسه؟ نه، من توی محله نه. از نبوده که به دوستاشون تکیه میکنن یا تکیه گاهیان برای دوستاشون یا نه؟ دوست خوبی براشون بودم. توی مدرسه در دبیرستان فراموش نمیکنم، راهنمایی هم طور. ولی اینکه تکیه‌گاه بخوان برای من بشن، نه. تکیه‌گاه نه، چون توی خونه چیزی کم نداشتم که بخوام به کسی دیگه تکیه کنم. پدر و مادر خوبی داشتم، خواهر برادر خوبی هم داشتم، اما دیگران بچه‌ای که باهاشون در ارتباط بودن برای من خوب بودن، دوستشون داشتم، اما تکیه‌گاه نبودن. نه. خودت چی؟ خودت تکیه‌گاهی کسی نبودی؟ معمولا خیلی جالبه سوالی که کردی. از اون همون اول احساس می‌کردم میتونم تکیه‌گاه باشم یا نه. سعی می‌کردم که بیشتر سنگ صبورشون باشم. و آره یه جورایی سعی می‌کردم، اما اینکه بخوام بگم خیلی بودم، نه دروغه. مهربون بودی؟ آره. با کوچیک‌تر از خودت راحت‌تر بودی یا با بزرگتر از خودت؟ من با هر دو تاشون خیلی خوب بودم. با کوچیک‌تر خب چون کوچیک دلم بسوزه، نه میگم خب کوچیک روز بزرگ میشه، اما این توازن رو دوست داشتم داشته باشم. آخه بعضی از بچه‌ها هستن تو اون سن سال دوست دارن که با کوچکتر از خودشون ارتباط داشته باشن، چون میتونن بهش سرویس بدن، میتونن بهش چیزی یاد بدن و لذت میبرن از این که میتونن این کار رو بکنن. و بعضی دیگه هستن که نه، دوست دارن که با بزرگتر از خودشون رابطه داشته باشن. این کاملا برای من معتدل بود، یعنی اعتدال کاملا رعایت میشد. هر دوتاشون رو من دوست داشتم، یعنی لذت میبردم، چه با بزرگتر چه با کوچکتر. آرزویی برای آینده‌ت داشتی؟ آره، همیشه دوست داشتم شخصی معروف باشم، متمایز از دیگران. اینو همیشه یادمه، همه جام گفتم. نه خدا نکرده متمایز به معنای غرور و تکبر یا اینکه بگم فخر بپوشم بالاتر باشم، نه دوست داشتم خاص باشم. اینو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. معلم من به من میگفت، یکی از معلمای ما، البته یکی از ناظمای مدرسه راهنمای من، از مدیران جام جم بودن. ایشون همون زمان در رادیو هم سمت داشتن و خودش میگه تصور نمی‌کنم یک روز توی پاد به این عرصه باز بشه. داریوش فرزیایی جوان محجوب، نوجوان محجوب و دوست داشتی ولی آنچنان نه و خیلی مأخوذ به حیا بودی، اما الان شیطنتتو میبینم بالا پایین میپری فلان میکنی. اینطوری خیلی خوب برای من جالبه. تصوری که نداشتم فقط در مورد تو این بود و برای منم جالبه وقتی اون اینو بهم میگه از گذشته من. حتما پرسش بعدی من این بود، خوب شد که خودت هم اشاره کردی. آیا در دوران راهنمایی و البته دبیرستان رفتاری داشتی، کاری میکردی کسی بتونه حدس بزنه این یه روزی ممکنه مجری بشه؟ آره، مجری نه، میرسن یه کاری تو این کار هنر میره، میگم این صدای معلم‌ها رو که دونه دونه خوب در میاره. این اولیش بود. بعد میگفتش که این نوشته ها، داستانات، اصلا همه چیزش یه جوری دیگه است، با آدم‌ها یا بچه‌های عادی فرق میکنه. دو، فرضیه خیلی خاص برخورد میکنی، جملاتی میگی آدمو تکون میدی. مثلا میگم همین معلم ما، همین ناظم مدرسه ما که حالا اسمشون هم خیلی آقای محمدیان که دیگه الان بازنشسته شدن از سازمان، سال اول راهنمایی بودم، ایشون اومد ناظم مدرسه ما شده بود. روزی که می‌خواستیم بریم که من ایشونو خیلی دوست داشتم، خیلی آدم انصافا مرد خوبی بود، ارتباط خیلی خوبی با بچه‌ها برقرار می‌کرد، دوست بود با بچه‌ها و اونم اول انقلاب بود. خودتون هم دیگه بالاخره دوست داشتن بچه‌ها رو به نوعی حرف شنو و آفرین با اون شرایط میدون خیلی به قول خودمون سربزیرتر باشن بچه‌ها، به راه بیارن به قول خودمون. ایشون با آدم دوست بود، با همه بچه‌ها دوست بود. روزی که برنامه مدرسه تماشا می‌خواستیم بریم، من اومدم گفتم آقا معلم، گفت خب موفق باشه فلان. گفتم آقا ناظم، گفت چیه؟ گفتم آدرس خونه‌تون چیه؟ بنویس، من این نامه براتون بنویسم، دلم تنگ میشه تو این مدت 3 ماه. نگاهی کرد، گفت خونه من آدرسشو میخوای؟ گفت آدرس خونه‌شو من داد، آدرس خونه منم گرفت. آقای محمدیان 2 هفته بعد با یه دونه یه دسته گل اومد خونه ما، هم منطقه پایین شهر، اومد در خونه ما. همین آقای محمدیان برای من یه کتونی هم خرید. حالا من با افتخار میگم، شاید حالا نمیدونم میبینه یا نه، ولی یه جفت کتونی هم برای من خرید. از کجا؟ از میدون خراسان برای من خرید. داشتن کتونی برات آرزو بود یا نه؟ دوست داشتم. آره، یه کتونی برای من خرید
برای پدر مادر من ایشونو خیلی دوست داشتن و دارند، چون جزو کسانی بود که خیلی تو من تاثیر خوبی گذاشت. جدا میگم رفتار ایشون بسیار خوب بود و جزو کسانی بود که خاطره کودکی من با ایشون واقعا بهترین دوران رقم خورد و الان وقتی منو میبینه میگه و من ایشونو قلبا دوست داشتم، حرفاشم گوش میکردم، توصیه‌اشم کاملا با جون و دل عمل میکردم و نتیجه گرفت. آره فقط اون میگه نتیجه که تو گرفتی با من خیلی فرق میکنه. گفتم چرا؟ میگه من فکر می‌کنم قشنگول بشه بفره بالا پایین. دوستاش چیکاره بشی؟ اون خودش میگفت که میخندی، گفت که هر چی دوست داری، برای این تو فکر من تو کت من نمیره، این داریوش فریدی این همونه. گفتم چرا آقا بلا به دور چی شدم مگه من؟ گفت نه منظورم اون موقع تو خیلی رمانتیک بودی، میگم که نوشته ها و فلان و ولی الان مثلا میگم آی ناظم ببین پاچه خاری نمیکردم ها، علاقه قلبیمو ابراز محبتمو اینا به شما بگم، من کسی بودم که جرأت بیان عشقم و به معلممو به راحتی داشتم. این خیلی مهمه و بعضی باور میکردن که یه بچه بیاد مثلا یه بگه که آقا معلم من دلم برام تنگ میشه من توی ایام ببینمتون، بابا مدرسه تعطیل شو، برو 3 ماه تعطیلی شلنگ تخته بنداز بگرد، دلت برای من تنگ میشه. برای همه معلم‌ها که تنگ نمیشه. 2-3 تا خب میگم 2-3 تا. بله. چه ویژگی داشتن 2-3 تا که داره؟ دوست بودن، رفیق بودن، اباحت داشتن، اما اباحتش هم با مهربونی بود و من لذت می‌بردم. بچه‌های دیگه نمیگفتن که وا این چرا خودشیرینی میکنه میره با این؟ چرا بهم میگفتن بعضیشون، ولی بعد خودش متوجه میشدن، ولی خب بچه بودیم دیگه. ولی من می‌خواستم با همون زبان بچگونه بگم بابا به خدا من خودشیرینی نمی‌کنم، من آقا معلمو دوست دارم، حرفش گوش می‌کنم. اونا میگفتن نه تو می‌خوای خودت جوری معلم شیرین بکنی. من نگاه خود بچه بودن دیگه. بچه بودیم البته. فوتبال بازی می‌کردی؟ نه خوشم نمیاد. ببخشید خیلی راحت میگم فوتبال من دوست ندارم نه. ولی توی مدرسه والیبال چرا دوست داشتم. فوتبال نه. هیچ وقت. نه الان نه. هنوزم دنبال نمی‌کنم. احترام میذارم به فوتبالیستا ولی فوتبال نگاه نمی‌کنم، دوست ندارم. سال‌های دبیرستان تموم میشه و دیپلم میگیری. تو اون سالها همه مادر پدر دوست دارن بچه‌هاشون دکتر مهندس بشن. مادر پدر تو نظرشون چی؟ پدر مادر من از اونجا که گفتم سوادی نداشتن، ولی این خیلی خوب بود که میگفتن پسرم خودت چی دوست داری؟ من زمانی که رادیو اومدم تست دادم، مرحومی خدا رحمت کنه که هنرمندان جمله به من گفت که دلم حال ریخت، ناراحت شدم و به همین راحتی من رو رد کرد. گفتم چی بود اونجا؟ گفت آقا جون اینجا خوب رو انگلیسی بپرم برو بیرون. اصلا من هیچی نگفتم، نه تست نه چیزی. گفت بفرمایید. رفتم بیرون گریه کردم، زنگ زدم بابا. گفتم بابا من دیگه نمیخوام بیام. با من این رفتار شد. گفت پسر زمانی که من توی هتل کار میکردم روز اول یه کارگر بودم. مسئول اونجا آشپزخونه یادم یه روز قابلمه رو سر من زد. من وایسادم با اون ثابت کردم که من کار بلدم و با صداقت و با پشت کار جواب آدمو دادم تا جایی که یک روز من شدم مدیر اون آدم، مسئول اون آدم شد کارگر من، ولی فخر نفروختم. ما اگه میخوای وایسی بسرم این کار انتخاب کردی برو وسط، اگر نه برو کار دیگه. خیلی خوب، پس من فکر کنم این وسط یک فاصله بوده که باید اون فاصله رو تعریف بکنی از دوره که دیپلم گرفتی تا به اونجا رسیدی. فاصله ها. پس در این فاصله رو فردا شب صحبت کنیم. متشکرم که امشب با ما بودی و متشکرم از شما که امشب هم رادیو 7 رو دنبال کردید.